الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. دوستان عزیز و ارجمند، خدمت تمامی شما بزرگواران عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت شما بزرگواران هستم انشاءالله. آیا کارگر در رمضان روزه نگیرد گناه است؟ ببینید، ما در ماه مبارک رمضان فرضی داریم که جایگزینش در ماه‌های دیگر نیست. عبادتی هست مخصوص ماه مبارک رمضان. از الان شما میپرسید که کارگر در ماه رمضان اگر روزه نگیرد گناه دارد. خب عرض میکنم خدمت شما که کارگر از همین حالا باید به گونه‌ای برنامه ریزی بکند که ماه رمضان را روزه بگیرد، کار خودش را سبکتر بکند، شیفت خودش را عوض بکند، مرخصی بگیرد، یک مقداری پسنداز بکند. حتی اگر کارش هم سخت و دشوار بود باز هم روزه بگیرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در بسیاری از غزوه ها در ماه مبارک رمضان بود، در عین سختی و گرما به جهاد هم می رفتند، کارهای سخت و طاقت فرسایی را انجام می دادند. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و گذشتگان همشون شغل راحتی نداشتند که در خانه بنشینند و پشت میزی بنشینند و زیر باد خنکی نشسته باشند و حقوق بگیرند. همشون کارگر بودند، بیرون کار میکردند و روزه خودشون رو هم میگرفتند. اصل بر این است که انسان باید روزه خودش را تحت هر شرایطی بگیرد. منتها آمدیم و یک کارگری روزه بود و در وسط کار بیحال شد، الان چی کار بکند؟ حکمش این است که میتواند، اگر به اندازه رسید که نمیتواند بیشتر ادامه بدهد، میتواند که بنابر ضرورت روزه خودش را بخورد و بعداً به جای اون روزی که خورده یک روز دیگری به جایش قضا بیاورد. داشتن ناخن گناه است یا نه؟ اگر منظورتون از داشتن ناخن این است که انسان ناخنش بلند باشد، گناه نیست، منتها خلاف ادب و خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است. از آداب اسلامی و رهنموده های رسول الله صلی الله علیه وسلم که جز خصال و به اصطلاح مواردی هست که جز طبیعت انسان هستند، این است که انسان ناخنش را کوتاه بکند. کوتاه کردن ناخن و نظافت شخصی، نظافت بدن جز سنت هایی هستند و رهنموده هایی هستند که رسول الله صلی الله علیه وسلم ما رو به آن توصیه کردند. اما جز گناه نیست اگر کسی ناخنش یک مقدار بلند بود، عمدن مثلا بعضی از خانم ها یا آقایون مثلا یک انگشتی رو ناخنش رو مثلا یک مقدار بلندتر نگه می‌دارن، گرچه عرض کردم که خلاف فطرت هست، اما اگر کسی این کار رو کرد گناهی رو مرتکب نشده، صرفاً کار خلاف آداب اسلامی رو انجام داده. رفتن زیاد یک مرد به قبرستان گناه دارد؟ نه، گناه ندارد. رفتن به قبرستان، زیارت قبرستان از نظر شرعی از دیدگاه تمام مسلمانان سنت هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما توصیه کردند که قبرستان رو برویم زیارت بکنیم. فرمودند فزوروها، بروید به زیارت قبرستان، فانها تذکرکم الاخره، زیرا که رفتن قبرستان، دیدن قبرستان و احوال مردگان شما را به یاد آخرتتان میاندازد. همین که شما به یاد آخرت باشید یعنی این که یک انگیزه‌ای برای اعمال خیر و یک انگیزه‌ای برای ترک گناهان در واقع دارید. هر کسی از نظر شرعی سنت هست که برود به قبرستان، زیارت قبرستان، هم برای مردگان دعا بکند و هم این که خودش در واقع تذکر و یادآوری می شود برای آخرت خودش و تفاوتی ندارد و تعداد مشخص نشده که چند مرتبه بریم در هفته و همچنین روزی مشخص نشده که حتما باید مثلا روز شب جمعه بریم یا روز جمعه بریم یا روز عید بریم. نه، چون این چیزی ثابت
ثابت نیست. هر وقتی که باشد، هر وقتی فرصت کردید، گذرتان افتاد، فرصت داشتید، بروید به زیارت قبرستان، برای مردگانتان هم دعا بکنید و همین که خودتان به یاد آخرت بیفتید. زمان مشخص و مکان مشخصی ندارد. هم در روز می توانید این کار را بکنید و هم در شب می توانید این کار را انجام بدهید. رسول الله صلی الله علیه و سلم عادتشون همیشه این بوده. حضرت عایشه می‌فرماید که شب‌هایی که نوبت من بود، در آخر شب رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌رفتند به قبرستان بقیع و برای مردگان دعا می‌کردند. شما می‌توانید این کار رو انجام بدید، چه شب باشد یا روز. تاریخ مشخص و روز مشخصی هم ندارد. آیا حج عمره باعث بخشیدن گناه می شود؟ بله. ببینید به صورت کلی ما مکفرات زیادی را داریم. هم نماز جز مکفرات هست، یعنی اینکه وقتی که انسان 5 وقت نماز میخواند، یعنی گناهانی که در این میان انجام داده کفاره هست برای گناهان. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که جمعه تا جمعه دیگر، رمضان تا رمضان دیگر، این جز مکفرات هستند. و در حدیث دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم نمازهای پنجگانه را این گونه توصیف کرده برای ما که در جلوی خانه شما فرض کنید یک نهری باشه و شما روزی 5 مرتبه در این نهر بروید، مثلا غسل بکنید، حمام بکنید، آبتنی بکنید، آیا چرکی بر شما باقی میماند؟ صحابه گفتند نه، هیچ چرکی باقی نمیماند. فرمودند این که شما نمازهای پنجگانه را میخوانید مانند این است که شما عملا 5 روزی 5 بار خودتان را پاک کرده باشید. و همچنین رمضان تا رمضان دیگر این جزء کفاره گناهان هست. و همچنین حج و عمره جزء کفاره گناهان هستند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اگر کسی حج بکند یا حتی عمره انجام بدهد و عمرهش را، حج عمرهش را به صورت کامل خوب انجام بدهد، در میان آن کار گناهی را انجام ندهد، مرتکب فسق و فجور نشود، پیامبر فرمودند رجع کیوم ولدته امه، این برمیگردد مانند روزی که تازه به دنیا آمده، یعنی تمام گناهانش را الله متعال معاف می‌فرماید، به شرط اینکه آداب و به اصطلاح احکامی که هستند در حج عمره اونها را مراعات بکند. فرق بین نماز خواندن مرد با زن هست؟ اگر هست چه فرقی؟ اصل بر این است که در میان نماز مرد و زن هیچ گونه تفاوتی ثابت نیست. هیچ گونه تفاوتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه ثابت نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما فرمودند صلوا کما رأیتمونی اصلی، مانند من که نماز میخوانم شما نماز بخوانید. و احکامی که پیامبر صادر کردند عام هست برای مردان و برای زنان، مگر این که رسول الله صلی الله علیه و سلم استثنایی قائل شده باشند، تفاوتی را قائل شده باشند. در مورد نماز هیچ گونه روایت صحیحی از پیامبر نقل نشده که فرموده باشند که زنها این گونه نماز بخونند، مردها این گونه نماز بخونند، یا تفاوتی در میان نماز مرد و زن وجود داره. بسیاری از فقها گفتند که زن وقتی که نماز میخواند یک مقدار خودش را جمع جورتر بکند، یک مقدار جمع جورتر بکند. وقتی که به سجده می رود یک کمی جمع جورتر به سجده برود. عرض کردم که باز هم در این زمینه ما از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت صحیحی نداریم، بلکه برعکسش رسول الله صلی الله علیه و سلم از این که انسان وقتی که سجده می کند این ساعد دستش بر روی زمین باشد من فرمودند، و از این حالتی که شبیه به اکرمکم الله سگ باشه پیامبر نه فرمودند. یا این که انسان رسول الله صلی الله علیه و سلم از این که وقتی که انسان نماز میخواند سجده هست کل بدنش رو روی زمین بندازد از این من فرمودند. بنابراین تفاوتی وجود ندارد در میان نماز مرد و نماز زن. منتها فقها صرفا همین مورد رو بیان کردند که یک مقداری خودش رو جمع
همه جور بکنه. تفاوتی که در میان نماز مرد و زن از نظر شرعی وجود دارد این است که تمام بدن زن در هنگام نماز خواندن عورت هست، پوشیده بشود مگر چهره زن و دسته های زن، اینها استثناء هست، بقیه بدن باید پوشیده بشود و حتی یعنی پشت پا اگر پیدا بود این هم اشکالی ندارد. تفاوتش همین هست که تمام بدنش باید پوشیده بشود، برخلاف مردان اگر مردی نماز خوند بالفرض دستش بیرون بود، پایش مثلا یک مقدار شلوارش بالاتر بود یا فرض کنیم که زیر پیراهنی پوشیده بود، از نظر شرعی نمازش درست است. تفاوتی که ثابت هست فقط این مورد هست. من درگیر کار طلاق غیابی هستم، خودم ایران، پسر افغانستان. بهتون یه بار گفته بودم چطوری از دادگاه طلاق بگیرم، غیابی می شود یا نه؟ ببینید در صورتهای خاصی که مرد وظیفه شناس نیست، احکامی رو که از نظر شرعی و حقوقی رو که برگردنش هست اینها رو ادا نمی کند و سر لج افتاده و زن رو هم طلاق نمی دهد، نه زندگی مسالمت آمیز و راحتی داره، نه حقوقش رو پرداخت می کند و نه طلاقش می دهد، همینطوری کل معلقه اون رو گذاشته آویزان هست، نه شوهر دارد که با اون زندگی بکند و نه این که آزاد هست که برود شوهر دیگر بگیرد. در این گونه موارد زن می تواند به دادگاه مراجعه بکند و دادگاه حکم میفرستد، احضار میکند اون طرف را، دلایل از اون طلب میکند. اگر اون طرف استنکاف کرد و حاضر نشد یا مجاب نشد، در این صورت دادگاه اسلامی در واقع طلاق میدهد و این طلاق از نظر شرعی معتبر هست برای حالتهای خاص. و اگر شما در جایی هستید که به اصطلاح دسترسی به دادگاه ندارید، خب از طریق خانواده اقدام بکنید، از طریق ریش سفیدان فامیلتون اقدام بکنید، شما می توانید که این موارد رو در واقع امتحان بکنید. آیا شما سنی ها قبول دارید پیامبر برای نماز چیزی نمیگذاشت تا سجده کند؟ بله، ما مطمئن هستیم، قبول نداریم، اطمینان 100% داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در هنگام سجده کردن مهری را زیر سر خودشان نمیگذاشتند و حتی شیعه ها هم اینو قبول دارند. هیچ شیعه ای معتقد بر این نیست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در هر وقتی که نماز میخواندن یک مهری همراهشان بوده، یا نمیدونن تربت کربلایی که بعداً امام حسین رضی الله تعالی عنه شهید شدن به اصطلاح این رو زیر سر خودشون گذاشته باشند، یا حتی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و بقیه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم. دقیقاً رسول الله صلی الله علیه وسلم هر جا که میرسیدند نماز میخوندند. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، برای من مسجد هر کجا که باشم زمین برای من مسجد هست و طهور هست، هر جا که رسیدم نماز میخوانم. تفاوتی نداره. رسول الله هم بر روی خمره نماز خوندن، بر روی حسیر هم نماز خوندن، بر روی به اصطلاح در مسجد که سنگریزه فرش بود در اونجا هم نماز میخواندن، هر جا که میرسیدن نماز میخوندن. التزامی نداشتند که حتما زیر سرشون سنگی باشه یا مهری رو در واقع گذاشته باشند. چیزی که امروزه شیعه ها داو کردند و به اصطلاح یکی از ممیزات مذهب شیعه هست، اینو گفتن به خاطر تبرک به خاک سید الشهدا، و خاک سید الشهدا کل کربلا و کل عراق که خاک سید الشهدا نیست و هیچ خاکی در واقع تبرک به اون چیزی جایز هست که از نظر شرعی ثابت شده باشد که الله و رسول گفتند که فلان خاک و فلان جا و فلان سنگ و فلان کوه و فلان نگین به طور مثال تبرکی داشته باشند و چون این چیزی ثابت نیست. هر جا که شما بودید نماز بخونید، بر روی فرش، بر روی سنگ، بر روی سنگریزه بود، بر روی خاک بود، هر جا که توانستید نماز خوندید، از نظر شرعی نمازتون درسته، اشکالی نداره. اما این که لازم بگردانید بر خودتون حتما مهری باشه، پیامبر مهر نگذاشتند و صحابه هم مهر نگذاشتند. تمام صحابه پیامبر که نماز ایشان را نقل کردند، عامه از اهل بیت و غیر اهل بیت، هیچ کدام ذکر نکردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای خودشون مهری داشته باشند که بر آن سجده بکنند.
جناب من قبلا دزدی کردم، الان میخوام بخشیده بشم، باید چه کار بکنم؟ راه بخشیدنش این است که توبه بکنه. اولین راهش این است که توبه بکن، به این معنی که از گذشته پشیمان بشوید. همین که میخوای توبه بکنی معنیش این است که پشیمان شدی، از این کار دوباره دست بکشی، دوباره این کار رو انجام ندهید. و شرط آخرش این است که حق مردم را، اون چیزی را که به سرقت بردی، دوباره به صاحبش بازگردانی. این کار را وقتی که انجام دادی، یعنی این که توبه نصوح و خالصانه انجام دادید و الله متعال انشاءالله که شما را میبخشد. و رسول الله فرمودند التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که توبه بکند از گناهی مانند انسان پرهیزکاری است که اصلا گناهی رو مرتکب نشده باشد. اما شرط قبولی توبه شما این است که در کنار پشیمانی، در کنار دست کشیدن از گناه، در کنار این که تصمیم دارید دوباره این کار رو انجام ندهید، در کنار همه اینها اون چیزی را که به سرقت بردید به صاحبش بازگردانید. اگر اون طرف رو نمیدونید کجا هست، به وارثانش برگردانید. اگر اصلا هیچ گونه نام و اثری ندارید، اطلاعی ندارید، نه از خودش نه از وارثانش، همون مال رو هر مقدار کی بوده بدهید به صدقه، به مسجدی، در واقع به مدرسه‌ای، در کار عامل منفعی اون رو مصرف بکنید، به این نیت که ثوابش به صاحبش برسد. انشاءالله که در روز قیامت این ثواب به اون فرد میرسد و شما هم بری الذمه خواهید بود. آیا حتما باید مذهب داشته باشیم؟ خیر، بایدی در کار نیست. این پیله مذهب را خود ما بر تن خودمان تنیده ایم و یک حکم و واجب شرعی نیست. جناب وهبه زهیلی رحمت الله علیه در کتاب الفقه الاسلامی و ادله، در مقدماتی که در این کتاب نوشتن، در اونجا این مسئله رو مطرح کردند و صراحتا گفتند که بیشتر علمای اصول فقه نظرشون بر این هست که تقلید امام یک مشخصی در تمام اتفاقات و مسائل از نظر شرعی فرض نیست. بلکه برای هر انسان مسلمانی جایز هست که از هر مجتهدی که به علم اون در واقع اعتماد دارد از اون تقلید بکند. و زیرا که غیر از آن واجبی که الله و رسول واجب کرده باشند چیزی بر ما واجب نیست. و همچنین کمال ابن همام رحمت الله علیه که یکی از محققین در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است و حتی ایشون رو خاتمة المحققین، یعنی آخرین محقق در واقع معرفی کردند، ایشون صراحتا در کتاب خودشون در اصول فقه صراحتا این مطلب را ذکر کرده که بعضی گفتند که واجب هست که باید مذهب داشته باشیم و در کنار اون ذکر میکند که اما بعضی دیگر و بیشتر و گفته شده که لازم نیست که انسان مذهبی داشته باشد و هو الاصح، میفرماید که این مورد صحیح تر هست. و وهبه زهیلی رحمت الله علیه هم این قول میفرماید که قول راجح از دیدگاه اصولی ها، علمای اصول، اکثر علمای اصول همین هست که بر انسان واجب نیست که یک مذهب خاصی داشته باشد و یا از یک امام مشخصی در واقع پیروی بکند. آن چیزی که از نظر شرعی ما مکلف هستیم این هست که مسائل شرعی خودمان را از یک عالم بپرسیم، قطع نظر از این که این عالم مذهبش چه هست، حنفی هست یا شافعی هست یا مالکی هست. الله متعال میفرماید فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید، مسائلی رو نمیدانید. از عموم این آیه استدلال کردند فقها که اگر چیزی را نمیدانید از علما بپرسید، بدون این که مشخص کرده باشه که از چه عالمی بپرسید، از چه مذهبی بپرسید. و ما میدانیم که در زمان صدر اسلام 3-4 قرن چیزی به عنوان مذهب وجود نداشته که مردم را اجبار بکنند حتما شما باید از فلان مذهب و از فلان عالم مسائل خودتان را دریافت بکنید. نه، هر کسی در هر شهری بوده، در سفر هم که میرفته، هر عالمی را که میدیده مسائل شرعی خودش را از آن سوال میکردن و بر آن عمل میکردن. امروزه هم حکم شرعی همین است. شما در هر کجا که باشید از هر عالمی که شما به علمش، به فقاهتش، به تقوا و پرهیزگاریش اعتماد دارید، به استنباطی که داره، از هر مجتهدی که شما اعتماد دارید به اون مسائل
مسائل شرعی خودتان رو بپرسید و بر آن عمل بکنید. و بسیاری از علما حتی در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، شیخ الاسلام مفتی تقی حفظه الله نقل میکند در کتاب خودشون که درباره اصول فتوا نوشتن، در این کتاب صراحتا آورده میگوید که من بارها از پدر خودم شنیدم، پدر ایشون مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت الله علیه میگوید من بارها از پدر خودم شنیدم که ایشون از شیخ الهند نقل میکرد، از شیخ الهند مولانا محمود الحسن دیوبندی نقل میکرد که میگوید که تقلید مذهب مشخصی حکم شرعی نیست. تقلید از یک مذهب مشخص فی نفسه حکم شرعی نیست، بلکه یک فتوایی هست که برای تنظیم امور این رو صادر کردن. و دقیقا همین مطلب هم از علامه اشرف علی تانوی رحمت الله علیه هم در واقع نقل شده. پس بنابراین از نظر اصولی همان گونه که وهبه زهیلی هم گفتن، اکثر علما نظرشون بر این است که بر یک فرد واجب نیست که حتما مذهب مشخصی داشته باشد که الا و بالله من باید بر این مذهب عمل بکنم و جایز نباشد که بر قول دیگری عمل بکنه. نه، حتی در مذاهب مختلف، حتی در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که معمولا مثلا به طور مثال در افغانستان و جاهای دیگر تعصبشون بیشتر از مذاهب دیگر هست، میبینیم که بسیاری از مسائل را برخلاف مذهب فتوا دادن، برخلاف مذهب حنفی، برخلاف دیدگاه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فتوا دادن. به طور مثال دیدگاهشون این است که برای آموزش قرآن گرفتن دستمزد اصلا حرام، جایز نیست. اما علمای احناف امروزه برخلاف این فتوای مذهب و برخلاف قول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عمل میکنند، زیرا که از نظر اصولی واجب نیست که ما حتما یک مذهب مشخصی داشته باشیم. اگر خودمان یک مذهب مشخصی رو انتخاب کردیم، لازم نیست که تمام مسائل در واقع بر این ما عمل بکنیم و در هیچ جایز نباشد که از هیچ مسئله ما در واقع از اون مذهب خارج بشیم. حتی ابن عابدین رحمت الله علیه که ایشون در کنار کمال ابن همام ایشون گفتن خاتمة المحققین و کتاب ایشان رد المحتار در واقع یکی از آخرین منابع فقه و فتوا در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. ایشون صراحتا در مقدمه کتابشان میگن بر هیچ انسانی التزام مذهب معینی واجب نیست، لازم نیست که حتما یک مذهب مشخصی رو داشته باشد، بلکه برای اون جایز هست که برخلاف مذهب عمل کند. یک عالمی رو دید، یک شافعی هست در مذهب منطقه شوافع رفتید، عالم بزرگواری هست در اونجا، شما مسائل خودتون رو از اون پرسیدید، خلاف مذهب شما فتوا داد، از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد، شما میتوانید که بر قول اون عالم عمل بکنید و وظیفه شرعی شما همین هست. عرض کردم که از نظر اصولی اون گونه که شیخ الهند و دیگران فرمودن، مذهب داشتن یک حکم شرعی نیست، بلکه این یک حکمی هست، یک فتوایی هست که برای تنظیم امور این رو در واقع صادر کردن و لزومی هم نداره که انسان همیشه بر این به اصطلاح پایبند باشه. منتها اگر کسی صلاح خودش رو در این دیده که پیرو مذهب حنفی باشد، پیرو مذهب شافعی باشد، از اون خارج نشود و اختیار خودش رو دارد. اما این که بگیم که یک واجب شرعی هست، نه، چنین واجب شرعی ما از نظر شرعی نداریم. در قرون اولیه چنین چیزی واجب نبوده، الله و رسول این رو واجب نکردن، امروزه هم واجب نیست، اما جایز هست. اگر کسی خواسته باشد خودش نسبت بده به مذهبی خاصی از نظر شرعی، ممانعتی وجود ندارد، منتها به شرط این که مبادا به خاطر قول مذهب ما فرموده الله و رسول را زیر پا بگذاریم، که متاسفانه به خاطر تعصب مذهبی بارها پیش اومده که به طور مثال یک عالمی به یک حدیثی رسیده، بحث و تحقیق کرده، به یک نتیجه رسیده، اما چون که مقلد فلان مذهب هست میگه نه، من این تحقیق خودم رو قبول ندارم، حدیث رو قبول ندارم چون که من مقلد هستم. این در واقع جزء مواردی هست که خلاف عقل و خلاف اون تعهد علمی هست که هر انسان عالمی باید داشته باشه. من جفت پاهام از مچ پا به پایین قطع شده و در وضو گرفتن خیلی اذیت می شوم، باید چه کار بکنم؟ اگر منظور شما این است که به اصطلاح از مچ به پایین شما پایتون به اصطلاح
ندارید، قطع شده، لزومی هم نداره که مثلا نمیدونم اذیتتون برای چی هست، یعنی نمیتوانید بروید وضو بگیرید به این خاطر هست، یا اینکه میتوانید روی ویلچر مثلا بروید وضو بگیرید، یا منظورتون صرفا همون شستن پاها هست. از نظر شرعی اگر یک قسمتی از بدن که شستنش واجب هست فرض کنیم قطع شده باشد، اون یک قسمت دیگه ساقط می شود وجوبش. فرض کنیم یک فردی دستش مثلا از مچ قطع شده باشه، خب مچ رو که نیست که اون رو بشوید، اما بالاتر از مچ رو باید بشوید. در پاها هم شستن پا واجب هست و همین که کعبین برآمدگی دو طرف پا که هست، قوزک پاها، این قسمت هم باید شسته بشود. اگر منظورتون این هست که باید این قسمت را بشویید، اما اگر منظورتون نمیتوانید که بروید وضو بگیرید، بالفرض جایی باشید که وقت نماز رسیده باشه، کسی نباشه که برای شما آب بیاره، شما هم که نمیتوانید بروید، خب در این صورت که واجب نیست که مثلا حتما بروید و خودتون رو به زحمت بندازید وقتی که آبی نباشه، وقتی که توانایی رفتن به سر آب و سر شیر آب را نداشته باشید یا توانایی استفاده از آب را نداشته باشید، در اون صورت می توانید که تیمم بکنید. آیا شما سر کتاب باز می کنید؟ نه، الحمدلله، فضل الله متعال هست که من نه سر کتاب باز می کنم، نه دعا می نویسم و نه مواردی از این قبیل. ببینید دوستان عزیز، بزرگواران، سر کتاب باز کردن واقعیت ندارد، یک نوع سوء استفاده از شما هست، یک نوع شیادی هست. افرادی اومدن با این کارها میخواهند که هم ایمان شما را در واقع به تاراج ببرند و هم مال شما را و هم عقیده شما را و هم این که آسایش شما را در واقع میگیرند. سر کتاب باز کردن هیچ واقعیتی ندارد. با سر کتاب باز کردن کسی نمیتواند از آینده شما اطلاع پیدا بکند، کسی به شما نمیتواند بگید فلان کار را انجام بده، فلان کار را انجام نده. از آینده شما مطلقاً هیچ کسی غیر از الله متعال اطلاع ندارد. نه با علوم ماورایی و این گونه مسائل هیچ کسی نمیتواند از آینده شما اطلاعی داشته باشد، زیرا که الله متعال صراحتاً در قرآن کریم این مطالب را برای ما بیان کردند: و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا. الله متعال میفرماید هیچ انسانی نمیداند که فردا چه اتفاقی برایش میافتد، چه کاری رو فردا انجام میده. حتی همون کسی که فالگیر هست، همون کسی که سر کتاب باز میکند، برای خودش هم نمیداند، چه برسد که برای صدها نفری که مشتری داره در روز برود که با اونها مثلا خدمات میدهد و برایشون فالگیری میکند و یا از آینده خبر میدهد. سر کتاب باز میکند که چنین و چنان میشود، باید این کار رو انجام بدهید، باید فلان کار رو انجام ندهید. صراحتا الله متعال میفرماد: و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا و ما تدری نفس بأی ارض تموت. هیچ انسانی نمیداند که من در کجا میمیرم، آیا در این سفری که من میروم میمیرم یا اینکه سالم برمیگردم. و حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم، حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم از آینده خودشون خبر ندادن. صراحتا الله متعال در سوره احقاف به رسول الله صلی الله علیه و سلم این رو توصیه کرده و فرموده که به من مردم بگو که من نمیدونم که آینده من و شما در واقع چی میشود. ما یفعل بی ولا بکم، که من نمیدونم که در آینده برای من و شما در واقع چه اتفاقی میافتد. و همچنین در سوره اعراف الله متعال میفرماید: قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. ای پیامبر به مردم اعلام بکن که من در واقع هیچ گونه نفع و ضرری رو برای خودم در اختیار ندارم الا ماشاءالله، مگر اون چیزی رو که الله متعال برای من رقم زده باشه. اگر خیری رقم زده باشه به من میرسد، اگر که
شری برای من رقم خورده باشد اون به من میرسد. و صراحتا رسول الله فرمودند بنابر آیه قرآن ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر و ما مسنی السوء. اگر که به من خیر رو در واقع میدانستم که خیر من در کجا هست، از آینده خبر میداشتم، غیب رو میدانستم، خب من منافع بیشتری رو جمع میکردند و اصلا ضرر و زیانی به من نمیرسید. در صورتی که ما میبینیم رسول الله صلی الله علیه وسلم ضرر و زیان بسیاری رو میکردند در جنگ ها، مثلا صحابه کشته میشدند، شهید میشدند، خود پیامبر صلی الله علیه وسلم زخمی میشدند. تمام اینها دلیل بر این است که هیچ کسی از آینده اطلاع ندارد، بلکه معتقد بودن به این که کسی از آینده خبر دارد این در واقع یک کفر است به آیات قرآن. رسول الله صلی الله علیه وسلم بنابر روایتی که در صحیح مسلم هست فرمودند که من اتی کاهنا فسأله عن شیء فصدقه بما قال لم تقبل له صلاة 40 یوما. اگر کسی برود نزد یک کاهنی و اون رو سوال بکند در یک موردی و اون رو تصدیق بکند، یعنی باور داشته باشد که این کاهن راست میگوید، اینی که سر کتاب باز کرده، فال گرفته، غیبگویی کرده، معتقد باشد که این راست میگوید، رسول الله فرمودند که تا 40 روز نمازش قبول نمی شود. این دقیقاً همون موردی هست که برای شرابخواری اومده، یعنی گناه شرابخواری با گناه این کسی که پیش فالگیر و غیبگو می رود در واقع یکی هست. و در روایت دیگر در سنن ابو داود آمده که رسول الله فرمودند که اگر کسی نزد کاهنی برود و او را تصدیق بکند فقط کفر بما انزل علی محمد، به قرآنی که بر پیامبر نازل شده در واقع کفر کرده. عزیزان من، سر کتاب باز کردن و فال گرفتن و از آینده اطلاع دادن، اینا هیچ کدومشون واقعیت نداره. افراد شیادی هستند که از ساده لوحی شما استفاده میکنن، هم مالتون رو از بین میبرند و هم ایمانتون رو در واقع از بین میبرند. از این گونه کارها انسان باید حتما پرهیز بکند و توبه بکند. مرد می تواند داخل خانه با زنش جماعت بخواند؟ بله، هیچ گونه اشکالی ندارد. اگر یک مردی در منزل باشد، اولا که مردا باید بروند در مسجد نماز بخونند، نماز جماعت در مسجد باید خونده بشود. از دیدگاه جمهور علما این سنت مؤکده هست و از دیدگاه فقه حنبلی جز واجبات هست که انسان حتما نمازش رو در مسجد ادا بکند و رسول الله صلی الله علیه وسلم در این زمینه بسیار تاکید داشتند. اما اگر کسی در یک جایی بود که نمیتونست به مسجد برود، میتواند در منزل نماز جماعت بخواند، خودش باشند، مثلا با زن و بچهش باشند، با بچهای خودش، با زن خودش، اگر 2 نفرم باشند از نظر شرعی میتوانند که با همدیگر نماز جماعت بخونند. و وقتی که اگر 2 نفر نماز جماعت خوندن، زن و مرد بودن، حکم شرعی این است که مرد باید جلو باشد و زن پشت سرش باشد در صف بعدی، یعنی در یک ردیف نباشند. اما اگر 2 تا مرد نماز خوندن با هم دیگر که مثلا نماز جماعت، یا 2 تا زن با هم دیگر نماز میخوندن، حکمشون این است که در یک ردیف قرار بگیرن، امام و مقتدی در یک ردیف باشن، در صورتی که مقتدی 1 نفر باشه. اما اگر که زن و مردی میخوان با هم نماز جماعت بخونن، زن و شوهری، حکمش این است که مرد باید جلو باشد و زن در صف بعدی قرار بگیرد، نماز بخونن. نمازشون از نظر شرعی صحیح است. تفاوت ازدواج مسیار با صیغه در چیست؟ ازدواج مسیار که اخیراً مثلا این نام رواج پیدا کرده، با صیغه ای که در مذهب شیعه هست زمین تا آسمان تفاوت دارد. در مرحله اول ماهیتش کاملا متفاوت هست. ازدواج مسیار
با صیغه و صیغه موقت یا همون نکاح ازدواج موقت زمین تا آسمان فرق می کند و ماهیتش کاملا متفاوت هست. ازدواج مسیار دائمی هست و رسمی هست، علنی هست، با اطلاع و اجازه خانواده هست، با حضور شهود هست، بر مرد لازم هست که نفقه تامین بکند، مسکن بدهد، ارث تعلق میگیرد و طلاق دارد و تمام مواردی که در ازدواج هستند در ازدواج مسیار اینها وجود دارند و در صورتی که در صیغه و نکاح موقت چنین چیزی وجود ندارد. این از نظر ماهیتش. و از نظر حکم هم با هم دیگر متفاوت هستند. عرض کردم که مسیار یک ازدواج حلال و جایز هست و در صورتی که صیغه از نظر شرعی طبق نظر اهل سنت و الجماعت حرامه و رسول الله صلی الله علیه و سلم بنابر روایتی که در صحیح مسلم از حضرت علی رضی الله تعالی عنه است که ایشان فرمودند رسول الله صلی الله علیه و سلم گوشت اولاغ و متعه را، نکاح متعه را یک جا حرام کردند. این عقیده تمام اهل سنت و الجماعت است. از نظر حکم هم با هم دیگر متفاوت هستند و از نظر اجتماعی هم با هم دیگر متفاوت دارند. زمین تا آسمان متفاوت هستند. ازدواج مسیار یک ازدواج عادی هست، قابل قبول هست برای خانواده ها، همه اطلاع میدن، جشن میگیرن و صیغه را حتی بیشتر یعنی شیعیان هم اینو قبول ندارن. حتی مثلا در بلوچستان حتی شیعه هایی هم که هستن مثلا ازدواج به اصطلاح موقت رو قبول ندارن، در خیلی از جاهای دیگر. و حتی خود همان علمای شیعه که فتوا دادن به جایز بودن به اصطلاح نکاح موقت و صیغه، خودشون هم عملا نشاد این کار رو برای خانواده خودشون در واقع نمیپسندند و عملا رسول الله صلی الله علیه وسلم و هیچ کدام از ائمه شیعه فرزندانی از متعه و نکاح موقت و صیغه نداشتند. اصلا و ابدا ثابت نیست که یک امامی فرزندی داشته باشه که در واقع مادرش را صیغه کرده باشه. چون این چیزی از نظر شرعی و از نظر تاریخی به هیچ عنوان ثابت نیست. و منتها یک نکته رو من در اینجا خدمت شما عزیزان توضیح بدم و توصیه من این هست که احیانا دیده میشه در فضای مجازی دو نفر به طور مثال یک شیعه و سنی با هم دیگر بحث و مباحثه‌ای دارند و طرف مقابلش رو مثلا خطاب بکنه که صیغه زاده. این از نظر شرعی جایز نیست و الله و رسول ما رو منع کردند از این که القاب بدی به هم دیگر بدیم، ولو اینکه در مذهبشون جایز باشه، اما عموم شیعه اینو قبول نمیکنن و اگر قبول هم که داشته باشن ما از کجا میدونیم که فلانی فرزند صیغه هست یا فرزند صیغه نیست؟ و اگر هم که باشه بنابر فقه اونها جایز هست. ما نباید کنه طعنه بزنیم که تو فرزند صیغه هستی و فلان و این گونه موارد رو به اختلافات در واقع دامن بزنیم. ما باید نگاه بکنیم مشترکاتی که وجود داره، با احترام متقابل در واقع با همدیگر همزیستی مسالمتی داشته باشیم. و در نهایت تنها تفاوتی که در میان ازدواج مسیار، این ازدواج مسیار رو ازدواج ایثار هم گفته میشه، زیرا که یک نوع ایثاری از جانب زن هست و این تنها تفاوتی هست که ازدواج مسیار با ازدواج معمولی دارد و اون تفاوتش در این است که زن به خاطر مصلحت شخصی خودش از برخی حقوق خودش تنازل میدهد. به طور مثال سنش بالا رفته، الان مثلا خواستگار ندارد یا مواردی دیگر، مصلحت‌های دیگر، به یک آقای پیشنهاد میدهد که من آماده ام که با تو ازدواج بکنم، منتها چون که خودم درآمد دارم یا خودم مثلا منزل دارم من از تو نفقه نمیخواهم، من از تو مسکن نمیخوام. بقیه مواردش تماما همون ازدواج اصلی هست، ازدواج با اطلاع خانواده هست، جشن گرفته می شود، با حضور دو تا شاهد نکاح خوانده می شود، نکاحش دائمی هست و از نظر شرعی خرج و نفقه و مسکن و میراث و طلاق و تمام موارد از نظر شرعی کاملا فراهم است، مگر اون موردی را که خود زن تنازل داده باشه که به طور مثال من از تو نفقه نمیخوام. تنها تفاوتش در این قضیه هست، وگرنه با ازدواج عادی که همه دارند هیچ گونه تفاوتی ندارد ازدواج مسیار.
حکم نگه داشتن سگ در خانه. اگر که سگ به خاطر یک مصلحتی باشه، برای شکار باشه، برای نگهبانی باشه، برای چوپانی باشه، برای کشاورزی و دامداری باشه، از نظر شرعی اشکالی ندارد و در غیر این صورت رسول الله صلی الله علیه و سلم از نگه داشتن سگ منع فرمودند. اگر قرآن را فارسی بخوانیم یا به زبان محلی باز هم ثواب قبلیش را دارد. ببینید خود تلاوت قرآن، تلفظ الفاظ عربیش اون ثواب خاصی دارد و خواندن معنیش اون ثواب را ندارد. خواندن معنی قرآن ثواب تلاوت قرآن ندارد، اما در هر صورت چون که شما علم یاد میگیرید، کلام الله متعال را میخوانید، با مواعظ قرآن آشنا میشوید، با امر و نهیش آشنا میشوید، از آن اطلاع پیدا میکنید و بر آن عمل میکنید، قطعا این ثواب دارد. اما خود تلاوت قرآن یک عبادت جداگانه هست و این حروف فارسی که ما میخوانیم این کلام الله متعال نیست. هیچ ترجمه‌ای به هیچ زبانی باشه، به زبان فارسی باشه، کردی، بلوچی یا هر زبان دیگری باشه، ترجمه قرآن نیست و حکم قرآن را هم ندارد. به طور مثال دست زدن به قرآن مصحف از نظر شرعی جایز نیست بدون وضو، اما دست زدن کتاب تفسیری که مثلا به زبان فارسی هست یا ترجمه قرآن هست بدون آیات از نظر شرعی جایز هست، اشکالی ندارد و اون احکامی را که برای قرآن هست صرفا برای خود الفاظ قرآن هست، نه برای ترجمه قرآن. اگر کسی تجوید بلد نباشد و اون به اصطلاح تلفظش به زبان فارسی باشد بازم اشکال ندارد. اصل بر این است که انسان باید اگر برایش میسر هست برود فرا بگیرد احکام تجوید را و مواردی را که واجب هست که در علم تجوید و قرائت انسان باید اونها را مراعات بکند. اما اگر بالفرض کسی نمیتوانست به اصطلاح به اون حد برسد، حداقل در حد همون ادنایش که حروف را تلفظ بکند از نظر شرعی گناهی ندارد، میتواند که قرآن کریم را در واقع مطالعه بکند و تلاوت بکند. آیا تلقین میت بعد از مردن واجب است؟ نه، تلقین میت بعد از مردن یا بعد از دفنش یا در هنگام دفنش واجب نیست. چنین چیزی واجب نیست. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم تلقین میت بعد از وفات نبوده. تلقینی که در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده قبل از وفات هست. قبل از وفات است. در صحیح مسلم روایتی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لقنوا موتاکم لا اله الا الله، مردگان خودتان را لا اله الا الله را بهشون تلقین بگویید. تلقین یعنی این که کسی که در حالت مرگ هست شما کلمه لا اله الا الله را بخوانید با صدای بلند یا به اون بگویید که بگو لا اله الا الله، اونو به زبانش به اصطلاح بیاورید و تلقینش بکنید. این فضیلت دارد و ثابت هست قبل از وفات، زیرا که بنابر روایت دیگری که در این زمینه هست رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. به عنوان یک فضیلت و برکت آمده که هر کسی که آخرین جمله‌ای که بر زبانش جاری می شود لا اله الا الله باشد این وارد بهشت می شود. خب این تلقین دادن قبل زمانی که انسان زنده هست و در بستر مرگ افتاده این برای میت تأثیری داره. می تواند اون رو تلفظ بکند، لا اله الا الله را به زبان بیاورد و این مژده رسول الله صلی الله علیه و سلم شامل حالش بشود. و اما تلقین بعد از وفات یا در هنگام دفنش را در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین چیزی نبوده. حتی بسیار از علما مانند عز ابن عبدالسلام رحمت الله علیه و بسیاری دیگر گفتند این جزء بدعت ها هست. منتها در این زمینه یک روایت ضعیفی وجود داره از ابو امامه هست و این روایت هم به اصطلاح یک حدیث ثابت نیست و حدیث صحیحی نیست از رسول الله صلی الله علیه و سلم
وسلم، حدیث مرفوعی نیست بلکه موقوف هست و قول ایشان هست و از نظر سندی هم ضعیف هست و حتی بسیاری از علما گفتند که این رو جزء موضوعات برشمردند. بسیاری از فقها مانند فقهای شوافع گفتند جایز هست که بر این عمل بکنید در حد جایز بودن، اما این که سنت پیامبر هست، پیامبر دستور داده باشند یا این که واجب قرار داده باشند، نه، چون این چیزی از نظر شرعی ثابت نشده و حتی در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ما چون این چیزی رو نداریم. از دیدگاه امام مالک رحمت الله علیه مکروه است تلقین میت بعد از وفات یا در هنگام دفن کردن. سنتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر آن بودند و به ما توصیه کردند این است که رسول الله وقتی که یک میتی رو دفن می‌کردند می‌فرمودند استغفروا لاخیکم وصلوا له التثبت، برای برادرتان دعای مغفرت بکنید، طلب مغفرت بکنید و بخواهید که از الله بخواهید که ثابت قدم بماند، یعنی در هنگام سوال گرفتن منکر و نکیر در واقع تثبیت داشته باشد و بتواند جواب بدهد. فإنه الآن یسأل. این مورد سنت هست که بعد از دفن برای مردگان دعا بکنیم، اما تلقین میت بعد از وفات یا بعد از دفن یا در هنگام دفن چون چیزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. آیا بوسیدن گربه یا حیوانات اشکال دارد؟ به این صورت بگیم که اشکال دارد یعنی ممنوعیتی آمده باشه؟ نه، ممنوعیتی در این زمینه نیامده. هر کسی و سلیقه خودش، اگر کسی با یک حیوانی به اندازه که حیوانی که به اصطلاح پاک باشد بخواد مثلا اون را ببوسد، ممنوعیتی در این زمینه از نظر شرعی وارد نشده. این برمیگرده به همون عرف و عادت مردم در هر زمان. آیا تتو مانع غسل و وضو می شود؟ نه، تتو مانع غسل و وضو نمی شود. حکمش از نظر شرعی این است که جایز نیست، حرامه، مگر برای ضرورت شدیده‌ای که وجود داشته باشه. اما اگر کسی این کار رو انجام داده بود، بر بدنش خالکوبی یا تتو بود، از نظر شرعی وضو و نمازش اشکالی ندارد و جایز هست. من دخترم چند سال است که نامزد دارم، داییم وفات کرده، مادرم راضی نیست که ما ازدواج بکنیم. چه کار بکنم؟ ازدواج بکنید. چه کار بکنید؟ یعنی ازدواج بکنید. ببینید یک سری رسمهای غلط و به اصطلاح غیر شرعی وجود داره که یک کسی اگر در فلان خانواده وفات کرد، ازدواج دو تا جوان رو شما به تأخیر بیندازید و خصوصا امروزه هم که مرگ و میر ماشاءالله که زیاد هست، الله متعال همه رفتگان را بیامرزد، میبینیم که چندین نفر فوت میکنه. اگر قرار باشه که برای هر نفری که فوت کرده 1 سال شما صبر بکنید و این جوانان رو به تعلیق بگذارید و خب گناهی را که مرتکب میشوند این برگردن شما هست و از نظر شرعی چون این چیزی جایز نیست و شما مسئول هستید و این خلاف آموزه ها و خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که شما به خاطر این که یک فردی وفات کرده ازدواج را به تأخیر بیندازید. خود رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از این که حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شدند و میدونیم که ام المؤمنین خدیجه رضی الله تعالی عنها کسی بودند که پیامبر فرمودند که انی رزقت حبها، که عشق و محبت خدیجه به من روزی داده شده از جانب الله متعال و به اندازه خدیجه را دوست داشتند که بعد از وفات خدیجه هر وقتی که گوسفندی را ذبح می‌کردند یک بخشی از گوشتش را می‌فرستادند برای دوستان و رفیقهای خدیجه رضی الله تعالی عنها، به اندازه‌ای که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میگوید که من با هیچ کسی از همسران پیامبر به اندازه‌ای غیرتی نمی شدم که با خدیجه غیرتی می شدم، با اینکه خدیجه قبل از ایشون در واقع وفات کرده بود، اما از بس رسول الله صلی الله علیه و سلم خدیجه رو یاد می کردند و در فکرشون بودن. حضرت عایشه میگه که من با ایشون بیشتر غیرت می ورزیدم تا بقیه همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعد از این که خدیجه وفات کردند 1 ماه نشده بود رسول الله بعد از ایشون ازدواج کردند.
خدیجه در ماه رمضان از دنیا رفتند. ماه بعدش که ماه شوال بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم با ام المؤمنین سوده ازدواج کردند. حضرت علی رضی الله تعالی عنه، جایگاه ایشان و جایگاه فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها را همه ما میدونیم. محبتی که در میان اونها بوده، فضیلتی که این دو تا بزرگواران داشتند، احترام متقابلی رو که به هم دیگر داشتند، جایگاه دینی و شرعی و اجتماعی رو که داشتند، بر کسی پوشیده نیست. در روایت اومده که حضرت علی رضی الله تعالی عنه 9 روز تقریبا بعد از وفات فاطمه زهرا ازدواج کردند. 9 روز بعد از وفات فاطمه زهرا با امامه ازدواج کردند. امامه دختر زینب نوه رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. حضرت علی ازدواج کردند. حتی خود ازدواج فاطمه و علی رضی الله تعالی عنه، ازدواج فاطمه و علی خودش تقریبا حدود 2 هفته بعد از وفات رقیه بود. بعد از وفات رقیه، در زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به جنگ بدر رفته بودن، سال 2 هجری، که رقیه رضی الله تعالی عنها دختر رسول الله وفات کردن، همسر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه بودند و به این خاطر حضرت عثمان به جنگ بدر نرفتن، چیزی را که پیامبر فرموده بودند که تو بنشین تیمارداری بکن از رقیه. رقیه وفات کردند. بعد از این که پیامبر از جنگ بدر برگشتند، تقریبا حدود 2 هفته بعدش فاطمه و علی ازدواج کردند. خب خواهر فاطمه وفات کرده، 2 هفته بعد هم ازدواجش هست. این که شما بیایید مثلا به خاطر وفات یک فردی، الان چه خانواده نزدیکی باشه یا فرد نزدیکی باشه یا دوری باشه، ازدواج رو مثلا به تأخیر بیاندازید، اونم تا 1 سال، این از نظر شرعی هیچ گونه وجهی نداره و دست و پاگیر هست. مسائل اجتماعی رو و آداب اجتماعی رو در واقع زیر سوال برده، مشکل ساز هست برای جوانان. و رسول الله صلی الله علیه و سلم بنابر روایتی که از ام حبیبه رضی الله تعالی عنها همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده، جالب است که این روایت در صحیح بخاری و مسلم هست. زمانی که ابو سفیان فوت کرد، ابو سفیان پدر ام حبیبه همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، بعد از گذشت 3 روز از وفات پدرش ابو سفیان وفات کرده بود، بعد از 3 روزش ام حبیبه گفت برای من بیارید یک زردی رنگ بیارید و همون به اصطلاح زعفرانی یه چیزی که بود ایشون گرفتند و رخسار خودشون رو یک مقدار رنگ زدند و آرایش کردند، آرایش خفیفی، و در ادامه گفتند که من در این سن و سال و بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم نیازی به آرایش ندارم، منتها چون که من از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیده بودند که لا یحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الاخر ان تحد على میت فوق 3 الا على زوج 4 اشهر و 10. من از پیامبر شنیدم که برای هیچ زن مؤمن و مسلمانی جایز نیست که عزاداری بکند بیشتر از 3 روز، مگر برای شوهر که 4 ماه و 10 روز است. به این خاطر 3 روز از وفات پدرم گذشته و من به اصطلاح آرایش کردم، به خاطر اینکه بر این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل کرده باشند. همین اتفاق دقیقاً در صحیح بخاری اومده برای زینب بنت جحش اتفاق افتاد. وقتی که برادرش وفات کرده بود، دقیقاً ایشون بعد از 3 روز آرایش کردند، به خاطر همین فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم. این که بعضی مثلا تا سالهای سال نمیدونم در عزاداری هستند، خودشون آرایش نمیکنن، به خودشون نمیرسن، به فرزند خودشون، به شوهر خودشون نمیرسن، مراسم اجتماعی رو مثلا به تأخیر میاندازند، ازدواج رو به تأخیر میاندازند، برای جوانان مشکلی ایجاد میشه. این از نظر شرعی و از نظر عقلی هیچ گونه وجاهتی ندارد. حکم دست به سینه نماز خواندن چی است؟ آیا درست است که میگویند به خاطر دست به سینه ایستادن ایرانی ها در برابر عمر بوده؟
نه، دست بستن در نماز هیچ ارتباطی نه با عمر دارد و نه با غیر عمر. این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و در صحیح بخاری و کتاب‌های دیگر آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم دست می‌گذاشتند و پیامبر فرمودند صلوا کما رأیتمونی اصلی، مانند این که من نماز می‌خوانم شما هم نماز بخوانید. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه میگوید یک روزی من در نماز ایستاده بودم و به اصطلاح دستم رو گذاشته بودم در نماز، مشغول نماز بودم، دیدم یک فردی اومد و این دست من را گرفت و با زیر برد و این دست آورد بالاش گذاشت. دیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. و دست بستن، دست به سینه بستن در هنگام نماز این جزء سنت های نماز هست، نه واجب هست نه فرض هست. اگر کسی این رو عمل نکرد، انجامش نداد، از نظر شرعی نمازش اشکالی نداره. از نظر شرعی اگر کسی اینو انجام نداد نمازش اشکال نداره، جز سنت های نماز هست و سنت رسول الله هست و هیچ ارتباطی با عمر و غیر عمر ندارد. من عاشق کسی بودم و بهش نرسیدم، آیا در بهشت به همدیگه میرسیم؟ انشالله که برسید. اما مشکل یه جای دیگه است. مشکل در اینجا است که مجردا رو به بهشت راه نمیدند. شما که مجرد باشید شما رو به بهشت راه نمیدند. یک اتفاق افتاد در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، در یک مزاحی هست، یک مزاحی که در امام ترمذی رحمت الله علیه اینو در کتاب شمایل اومدند که در مورد صفات و خصلت‌های رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و این روایت از حضرت عایشه است. میگه یک روز یک پیرزنی اومد در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفت یا رسول الله دعا بکن که الله متعال ما رو به بهشت ببرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که یا ام فلان ان الجنه لا يدخلها عجوز، ای فلانی، اسم اون زن رو گرفت و گفت که پیر زن وارد بهشت نمی شود. و رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگه همین اندازه گفت و دیگه حواسش نبود به اون زن. بعدا حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها دید که این زن خیلی ناراحت شد و به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که یا رسول الله ایشون ناراحت شده از این حرف شما که پیرزن ها وارد بهشت نمی روند. رسول الله صلی الله علیه و سلم دوباره این آیه را خواندند که زنها در روز قیامت انسانها به صورت کلی جوان می شوند. انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا عربا اترابا، که ما همه را یعنی زنها را در روز قیامت دوباره می آفرینیم، دوباره اونها رو می سازیم، همه را جوان و نوسال و هم عمر می کنیم و وارد بهشت می شوند، جوان به بهشت می روند، نه اینکه در حالت پیری به بهشت بروند. در مورد مجرد ها هم این گونه اومده که شخص مجرد وارد بهشت نمی شود و در روایت صحیح مسلم آمده از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که و ما فی الجنة اعزب، در بهشت ما مجرد نداریم، یعنی هر کسی که در بهشت هست همشون متأهل هستن. و شما هم انشالله که اگر بهشتی شدید و انشالله که همه من و شما بهشتی بشویم، انشالله که در بهشت شما متأهل خواهید بود و قطعا چی کسی رو انتخاب میکنی؟ خب همون کسی را که دوستش داشتید. اگر واقعا این عشق شما از الان تا قیامت باقی بماند، در بهشت هم خاصی با این فرد باشید، خب اشکالی نداره، میتونه با همین ازدواج بکنید، در بهشت هم به همون میرسید، زیرا که الله متعال در مورد بهشت میفرماد ولکم فیها ما تشتهی الانفس ولکم فیها ما تدعون، در بهشت هر چیزی که دل شما بخواهد و آن چیزی را که بخواهید الله متعال به شما در واقع میدهد. اگر شما در روز قیامت در بهشت خواسته باشید با فلانی باشید، با همسرتون که در دنیا بوده، با نامزدتون که به اون نرسیدید، قطعا در روز قیامت انشاءالله که الله متعال شما را به مراد خودتان خواهد رساند. آیا استفاده از
روش‌های آزمایشگاهی برای تعیین جنسیت گناه است؟ نه، از نظر شرعی اشکالی ندارد. از نظر شرعی اشکالی ندارد اگر که کسی خواسته باشد که بنابر به اصطلاح روش‌های آزمایشگاهی یا بنابر به اصطلاح یک سری رژیم دارویی یا غذایی که یک پزشک مثلا توصیه بکند و تجویز بکند کسی بتواند که جنسیت جنین خودش را تعیین بکند، این از نظر شرعی اشکالی ندارد و کاملا جایز است. آیا وضو از شوهر میشکند؟ نه، این که زن و شوهر هم دیگر رو دست بزنند جز شکننده های وضویشان نیست، جز در مذهب امام شافعی رحمت الله علیه این جز شکننده ها حساب کردن. اما جمهور علما نظرشون بر این است که اگر زن و شوهری هم دیگر رو دست زدن وضویشان نمیشکند و استدلالشون هم از روایاتی از در این زمینه از حضرت عایشه در صحیح مسلم اومده که ایشان میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم در نماز بودند و در سجده بودند، در شب تاریک بود و من دستم به پشت پای رسول الله صلی الله علیه و سلم اصابت کرد و رسول الله نه نمازشون رو شکستند و نه هم گفتند چرا نماز من رو شکستید و هیچ موردی نیامده در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که پیامبر اینو فرموده باشند یا عملا زن و شوهری در زمان صحابه همدیگر رو دست زده باشند و اومده باشه که وضویشان شکسته و رفتند وضو بگرفتند. چون این چیزی از رسول الله و در صدر اسلام چون این چیزی ثابت نشده و این قول در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مرجوح است. قول راجح همین مذهب جمهور علما هست که اگر که بدون شهوت باشد و منجر به خروج مزی نشود از نظر شرعی شکننده وضو هم در واقع شمرده نمی شود. آیا تناسخ ارواح واقعیت دارد؟ نه، تناسخ ارواح واقعیت ندارد. یک توهمی هست که از هندوها و بقیه موارد در واقع بودایی ها گرفته شده و هیچ جایگاهی در اسلام ندارد. نه با عقل سازگار هست، نه با عقل و منطق سازگار هست، نه با واقعیت و اتفاقات دنیوی واقعیت دارد، نه در این زمینه عقل اون را تایید می کند و نه نقل تایید می کند و از نظر نقلی هم چنین چیزی ثابت نیست. بازگشت روح به دنیا در قالب جسد دیگر که مثلا یک کسی میمیرد دوباره روحش به دنیا برگردد در قالب یک کودک جدیدی یا حتی یک حیوان دیگری به صورت در بیاد دوباره در زندگی دنیا بر بگردد، این از نظر شرعی واقعیت ندارد و این کفر به قرآن هست. چنین اعتقادی کسی چنین اعتقادی داشته باشد این اعتقاد کفر به قرآن هست. تمام آیاتی که در مورد جهان آخرت هست، در مورد بهشت هست، در مورد جهنم هست، در مورد برزخ هست، تمام اینها در واقع مخالفند با این عقیده‌ای که نیست، با این توهم تناسخ و الله متعال در سوره مؤمنون صراحتا این مطلب را بیان کرده که حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، وقتی که مرگ یک انسان کافری در واقع فرا میرسد اون میاد قال رب ارجعون، مرا برگردانید، مرا به دنیا برگردانید، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید که من در دنیایی که باقی مانده یا در باقی مانده عمر خودم اعمال خیر انجام بدم، برم ایمان بیاورم و دوباره زندگی خودم رو از سر بگیرم، گذشته خودم رو اصلاح بکنم. الله متعال صراحتا میفرماید کلا، هرگز چنین اتفاقی نمیافتد، انها کلمه هو قائلها، این حرفی هست که اون به زبان میاره، تمنای اون هست، واقعیت نداره و هیچ کسی نمیتواند که به دنیا بر بگردد و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، و پشت سر آنها یک برزخی هست تا روزی که برانگیخته بشوند، یعنی تا قیامت کسی نمیتواند به دنیا بازگردد. از این صریح‌تر دیگه از ما چی میخواهیم؟ و تمام آیاتی که در قرآن کریم اومده که الله متعال همه انسانها را مثلا جمع میکند در روز قیامت، الله لا اله الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامه، یا تمام آیاتی که در مورد حشر هست، در مورد نشر هست، در مورد بهشت هست، در مورد این که بهشتیان به بهشت میروند و جهنمیان به جهنم میروند، تمام این گونه موارد در واقع تاکید بر این دارند که عقیده تناسخ از نظر شرعی باطل هست، نه عقلا درست هست و نه شرعا درست هست و معتقد بودن به آن هم در واقع کفر هست. ببینید اونایی که این عقیده و این توهم
تناسخ را تبلیغ میکنند، اونا بر این باورند که وقتی که یک انسانی میمیرد الله متعال روحش را دوباره به دنیا باز میگرداند که اگر انسان نیکی بوده دوباره مثلا در ناز و نعمت باشد و پاداش خودش را ببیند، و اگر انسان بدی بوده دوباره به دنیا برگردانده می شود و در قالب یک انسان دیگر در زندگی فلاکتباری در واقع زندگی می کند تا اینکه مجازات زندگی قبلیش در واقع باشد. اما واقعیت چی است؟ هیچ کدام از ما انسانها یک زندگی قبلی رو به خاطر نداریم، نه خوبش را و نه بدش را. شما زندگی رو به خاطر دارید که قبلا در یک زندگی بودید، در کدام شهر زندگی میکردید؟ نه، چنین چیزی رو هیچ انسانی چنین چیزی رو بیاد ندارد. اگر واقعا روح یک انسان دیگر بود که به ما باز میگرد و در بدن ما میومد، خب اون جاهایی که اون روح زندگی کرده، اون زندگی رو که به اصطلاح پشت سر گذرانده، اون رو ما باید بیاد میآوردیم. اما هیچ انسانی چنین چیزی رو از نظر عقلی و از نظر عملی بیاد نمیآورد. و نکته دیگر این که بالفرض اگر یک روحی به بدن باز میگشت، به در قالب یک بدن دیگر دوباره باز میگشت، الان فرض کنیم که یک روحی مثلا صاحب روح پزشک بوده یا مثلا فلان صنعت و فلان هنری رو داشته. خب اگر قرار باشه اون روح با اون همه علم و معرفت و با تجربه و هنری که داشته قرار باشد دوباره برگردد در روح یک کودک دیگری دوباره زنده بشود، خب این فرد از همون کودکی باید پزشک میشد، باید یک مهندسی میشد، باید تمام تجربیاتی رو که اون روح گذشته داشت، خود روح همین هست، این روح داشته در واقع دوباره باید این کار رو اینها رو همه رو بلد بود. در صورتی که انسان از شکم مادر بیرون میاد هیچ چیز رو بلد نیست. تمام انسان ها بلا استثنا یک به یک مرحله به مرحله که رشد میکنن تازه این مهارت ها رو در واقع کسب میکنن. و یک نکته دیگری هم که در این زمینه یعنی باید به اون توجه بکنیم این است که آمار دنیا الان روز به روز اضافه می شود. آمار دنیا روز به روز اضافه می شود. از سال 2010 تا حالا تقریبا چیزی حدود 1 میلیارد و 300-400 میلیون نفر به آمار دنیا در واقع اضافه شده. الان بالای 8 میلیارد جمعیت دنیا هست. اگر قرار باشه که به اصطلاح تنها روح‌هایی که قبلا بودن دوباره به زندگی برگردن، خب این آمار انسان‌ها نباید که بیشتر میشد. الان روزانه بنابر آماری که به اصطلاح آنلاین هم همه جا هست حدود 130-140 هزار نفر در روز متولد می شوند. اما آمار کسانی که می میرند دقیقا نصف این هست، 50 خورده هزار نفر در هر روز می میرند. خب اینهایی که دوباره برگشتن مثلا 100 هزار دو برابر هستند، این روح اینا از کجا میاد؟ شما که میگید که روحایی که قبلا بوده دوباره به دنیا برمیگردن. از عرض کردم که نه از نظر عقلی و نه از نظر نقلی هیچ گونه دلیل و منطقی برای تناسخ وجود ندارد و معتقد بودن به تناسخ از نظر شرعی کفر به آیات الله متعال هست و انسان باید از این گونه چرندیات و توهمات انسان باید پرهیز بکند. خب دوستان عزیز، به همین مقدار کفایت میکنیم و تا برنامه دیگر شما را به الله متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.